درباره شکسپیر، شاعر آسمان شکوه طبیعت و بلند مرتبه ترین نمایشنامه نویس جهان، در خانواده متمول و سرشناس در استراتفوردآن ایوان دیده به جهان گشود. پدرش جان شکسپیر یکی از خرده بورژواهای معروف در کار تجارت پشم بود و از این راه ثروت هنگفتی به دست آورد. او 10 فرزند داشت که شاعر جاودان ما بزرگترین آنها بود. اطلاعات موجود در خصوص زندگی شکسپیر به شکل اعجاب‌آوری پربرگ و حجیم، اما به طرز ناامید کننده‌ای کمبار، فاقد تنوع و بیشتر بر اساس اسناد و مدارک رسمی بجامانده از دوران حیات وی است. مواردی نظیر تاریخ تولد، ازدواج و مرگ و اسناد اموال و دارایی‌ها و مواردی از این دست که هیچ پرتو روشنگری بر اعماق ناپیدای زندگانی او نمیتاباند. اسناد موجود در کلیسای بخش استراتفوردآن ایوان حکایت از این دارد که شکسپیر در تاریخ 26 آوریل سال 1564 غسل تعمید یافت، هرچند بنابر سنت مألوف تولد او را در روز 23 آوریل جشن می‌گیرند. شکسپیر که او را بنا به مناسبت محل تولدش استراتفورد و به جهت شهرت شعریش بارد نیز می‌خوانند، تحصیلات مدرسه‌ای خود را با موفقیت دنبال کرد و به فراگیری دستور زبان انگلیسی و ذرایع و دقایق آن همت گماشت. تحصیلات رسمی در آن دوران بیشتر در زمینه خواندن و نوشتن زبان لاتین و برخی آثار مورخان، شاعران و اخلاق‌گرایان لاییک تمرکز داشت. استراتفورد تحصیلات رسمی خود را ادامه نداد و هیچگاه دروس خشک و تعقلی منطق و فلسفه یا لفظ‌بازی‌های تصنعی و تکلف‌آمیز رایج در رشته‌های ادبی دانشگاه‌های بریتانیا در او جاذبه ورود به دانشگاه ایجاد نکرد. شکسپیر در عوض قدم در راه واقعی زندگی گذاشت. دل در گرو دختری به نام هاتوی که 8 سال از او بزرگتر بود نهاد و با او ازدواج کرد. تا 8 سال پس از ازدواج و قبل از اینکه نام او را در لیست بازیگران تئاتر در لندن بیابیم، هیچ سند قابل ذکری از زندگی او در دست نیست. اما شواهد موجود حکایت از این دارد که او نیز قدم در نهج پدر نهاد و به سوداگری